اینجا هنوز تو گوش مردم صدای بمبه، مردن زن حامله و ودای نطفه. اینجا هنوز خاطرات جنگ نشده پوستر، گروهکای تروریستی در حال رشده. میشینن کنار بچه یتیمای وجرد، اونا هنوز منتظر شهیدای جبهن. امشب من غریبم خریدار شمشی که حالا تو دل فقیرای قبله است. خاطرات جنگ، آشناش مردی که جسدش نوبره رو فاصله زرد. حرفای نگفته توی نامه‌های تلخ، درس زنای بی‌وه از سایه‌های مرگ. به این که از جنس عهد نیست و گرد و خاکه، یا زنی که بچه‌هاشو میکشن وقتی خوابه، شوهرشو میکشن بیرون رخت خوابش و بعد تجاوز زنو میزنن یه تنها به داغه. آره حالا طوری کردنم یادگار جنگ، ولی اما باید رو بدنم جا به جاش جکش. هر شب کابوس من تو خاطرات و قتل وقتی زیر شکنجه میشدم لایه رنده. من اصلا همو دوست نداشتم هرگز، من رنگینم و روح نداشتم بعدش. حالا شکایت از خدا تو توانم هستش، اونقدر بد دیدم که تو مرامم استقامت یعنی همون روزی تلاش بتابینه برای عقابی که خونی پراشش، یعنی همون قوی ترین دوربین جهان. عمر آدم حرکت میکنه رو تیغ زمان، بپذیرشون انرژی که رو به تو میادش. اینو بدون طبیعت همیشه خوبه تو میخوادش. به قول مولانا به شمس توی اون کتابی سخت دقیقاً اون لایه که نور به تو میتابه. دنبالم بیا این داستانو برسون به ته، اگه واسه آدم یه جای دلت بوده تنگ. ما آدما نمیدونیم قدر داشتامونو تو گرما میکنیم عوض زمستون سرد. ما آدما هم واسه جویم هم که اختیاریم، طالب مدالیم ولی خب گرم اعتیادیم. جیبامون پر پوله ولی فقر زنی داری، نه اراده آهنی داریم نه وصل اشتیاقیم. هممون تو زندگیمون یه فصل زشتی داریم، هممون رو بدنمون یه زخم عشقی داریم. اینو یادت باشه یه روز من این رپر ایرانی میشم، قطار رو بدن رپرای امریکایی. نصیحتم اینه بهت حرف نزن